من روتین تمرین عضلات شکم بروسلی اسطوره‌ای رو انجام دادم و نمیدونی باهم چیکار کنم. معروفه به تمرینای طاقت فرسا. این تمرین عضلات شکم توی لول دیگه است که شروع میشه با 90 تکرار راشن تویست، یعنی هر طرف 45 تا. توی پوزیشن وی میشینی و تمرکز روی چرخش و پیچش بالا تنه. بعدی فراگ کیکسه با 50 تا تکرار، تمرکز روی کشیدن کامل پا و بعد برمیگردی داخل و دوباره در راستای سینه میکشی پا. میتونی با گذاشتن دستات پشت خودت روی زمین ساپورت بشی. تو این قسمت دیگه شکمم آتیش ولی تازه فان شروع میشه. بعدی میشه سیت اپ وید تویست برای 20 تکرار. وقتی میای بالا تمرکز روی هدایت آرنج به سمت زانوی مخالف باشه. بعد این 20 تکرار لگ ریز معلق داره. تمرکز اینجا روی نگه داشتن صافترین حالت پاهاست، ولی سعی کن تاب خوردن رو به حداقل برسون. پاها رو تا جایی بیار بالا که موازی با زمین بشه. ادوانسرش هم میشه این حرکت. بعد تمرین تموم میشه با امضای شکم بروسلی دراگن فلای که سوپر سخته، ولی خدا رو شکر با 5 تکرار تموم میشه. مطمئن شو که حتما دستتو به یه جای خوب و ایمن نگه داشت. تمرکز روی صاف نگه داشتن پاها و دقیقاً قبل اینکه بخوره پاهات زمین با کمک عضلات شکم بیا بالا. دیوونه کننده ترین قسمت اینه که این روتین رو برای 4 ست انجام میدم. من که با این یه دونه اوکی بودم.